شما باید اون بهش بر بخورید. نگاه مثل زبان یاد گرفتنه. شما الان که برو کتاب زبان آلمانی رو بخون، دنیا مطالب بهتون میدم بخونی، ولی جمله تو ذهن نمیشینه. موقعی که به اون جمله میری و بر میخوری، کارت بهش گیر میکنه، میفهمی که اون جمله دیگه میره تو ذهنت. درسته. باید به اون ستابا بر بخورید که من بهتون بگم اون مشکلش چی بوده. خیلی ممنون. الان سوال. آقا با من یه چارت میخواستین شیر کنیم واسه آقا حسین جدید، هنوزم نیومده. در مورد این تایم فریم ها میخواستیم بهش بگیم. خب حسین اومده نیومده دیگه، حالا بخواد نه تو صحبت کن، هنوز اگه نه. چیزی بود که باید بهش اگه بگم. اجازه بدین که من شروع کنم. من یه صفحه شعر میدم. خب شیر کنم صفحه تریدینگ ویو. آقا تصویر دارید؟ بله اومد. این ارزی که میبینید این دیگه طول شده آینجی. کجا درزه. آقا و من دو تا چیز رو چرا از اونجا گرفتی؟ اول اون چیزو بگو چرا. الان میخوام همش رو توضیح بدم. میخوام همش رو باش توضیح بدم که اصلا بفرما. چرا اینا رو ساختم و چرا اینطوری ساختم. در یه چیزی صحبت کردیم جلسه قبلی، گفتیم که اگه شما یه چنین چیزی داخل بازار پیدا کردین و تونستین ATR اون اندازه بگیرین، دیگه میتونیم بقیه گامار هم با این اندازه بگیریم. درسته؟ دوباره بگو. گفتین که اگر تونستین سایکل اولیه بازار رو یه دقیقه به من دره ببندم. در که باش باز می‌کنیم یه هوا بخوری. این ماشینا نیقدر می‌گن. خب اعتیار رو گفتین اندازه بگیریم. آره آره آره. بعد هم از لحاظ زمانی گفتین که انتظار داریم مثلا این حرکت بکنه و ساخته بشه اونورش. دوستان تأخیر داره یا همزمان که من میکشم میبینین تصویر رو؟ نه درسته درسته. خب اوکی. اه، خواستم بگم این دو تا خطی که کشیدم به هم وصل نیست. یه جا بود گفتین که من میخوام بالای این سایکل بچرخه و بعد به این اندازه زمان طی بشه و برسه اینجاها تو بیت بله. کوین. خب من اومدم گشتم این ور اون ور گشتم و توی ارزا و اینایی که داشتیم، مثلا این جاسمی، اه، گفتم که این جاسمیه چه حرکت هایی میتونه زده باشه. گفتم بیام حالا اون قبلیشو پیدا بکنم، اون سایکل اولیه‌ای که میتونه کنتکست رو عوض کرده باشه پیدا بکنم و از اونجا هم ATR زمانی بگیرم به این با این توجیه که ما دوباره چارت پایینتر ATR. میاری که ما چارت رو ببینیم. آره من خواستم اون سایکل رو نشون بدم. آخه دیگه ساکت دیگه که تو کف ساکت دیگه خیلی چیز بود. خب نه اونجوری هم نه که. خوب بود یه اه. خود چهار تا کندلا رو ما ببین، چون صفحه کندلا بالا بود زیرش کلا خالی بود، ما صفحه خالی رو می‌بینیم. یه خورده بیشتر بازش کن. خب حالا برو اون زیر. خب عالی. خب من اومدم گفتم که تو فوتپرینت ما اینجا حجممون نابود شد، یعنی دیگه خیلی کم کم اینجا یهو زیاد شد، بعد دوباره اینجا کم شد و
از اینجا دیگه پرید و رفت بالا. الان اون اشتباه داری حجم دیگه، اشتباه داری، داری دور خودت میچرخی. سایکل 50% دو سمتش خوب. نه الان میخوام بگم الان اصلا چرا حجم و این فوت شکلی پرینت بود. اینا رو ول کن. تو صحبت از سایکل، اگه سایکل رو میخوای بفهمی الان میخوام بگم سایکل کدومه. بفهم. خب به خاطر همین زوم کرده بودم. من اومدم اینو سایکل گرفتم، این خط یه سایکل گرفتم و هم اینو ایتیار حجم میزدم به خاطر اون کندلی که حالا بگیم قیمتمون چقدر طول میکشه، هم از اینجا چرا تا اون سایکل اینجا رو گرفتی؟ به خاطر اون شکل شبیه 50 به اون. درصدشون خورده سایکل. نه من اینطوری نگاه نکردم. خب چرا من اونجوری؟ گفتم مگه سایکل به 2 تا 50% نمیسازه؟ 50%. 2 تا چیز میشه، یه دایره 360 میسازه دیگه، مگه آره نمیسازه؟ دیگه من همین رو گفتم آه یه برای حسین هم چیز نه، اصلا لینک نفرستادم تو گروه نیستش. آخه بذار من اینو بفرستم الان، اون منتظر. واه. تو صحبت بکن. خب باشه دیگه، من همین چیزایی که پس متوجه شدم میگم، حالا بعد دیگه هر جا که خب. دیدین مشکل داره رو اوکی کنه خودتون. من اینو سایکل گرفتم، یه فرضی که تو ذهنم بود گفتم این سایکلیه اون که نمیتونی سایکل بگیری، 50% رو برای من در بیاره، وگرنه خب اینجا دیگه پارت با می‌کنه. فرض اینکه سایکل نیست فرض دیگه، نکن همه 50 فرضی ها. چرا یه خورده به مغزت فشار نمیاری 50% اونجا پیدا کنی؟ خب 50% منظورتون اون وسط چیز دیگه. نگاه، تو یک لگ حرکتی ما میخواهیم، برای مثال اینجوری این 50% باید باشه. من نیاد نمیخوام اینجا الان. عشقی دور بزنه، عشق و نوشش رو بکنه بعدا بخواد نه بره. این, خب این اینو از نمیخوام. 50%. خب پس آره این اینجا 50%ش. نداریم دیگه، الان اینجا این فیل شده دیگه، اینجا نداریم که. خب بعدش خیلی خوب جواب داد خدایی نه لورا. نه حالا من میگم پشمات بریزه. 4 تا بکشیم و همین من منتظر همین لحظه چیکارش کنم 4 تا. یه خورده 4 تا یه خورده، حالا یه خورده جمع کن. میگم خب بیار سمت چپ. یه خورده کوچیک‌ترش جمع کن. یه الان خورده ویکیلی آقا بهمن اگه میگه خوبه، مایانه شه. همینجا نگاه کن. اینجا تو یه دونه های داری، میشه باکسه، درسته؟ باکس زمانی از اینجا شروع میشه. حالا شما این های رو با این لو رو اندازه بزن، 50% این میشه زمانی. الان اون فیبود از این لو بکش به این های، ببین زده یا نه. و من اصلا چقدر چیز کرده بودم، گفتم من الان یه حرکتی زدیم کشف واویلا. کردم. آره کشف کردم، اصلا از کشف ورتر رفتم نظریه امواج خوندم. خب این اون 50%یه که اینجایی که من موضوع گذاشت الان درست که کشیدم از اون نایه که گفتین تا این لوه. نه کدوم لو منظورتون بود؟ نه اونو من باید 50% باید بیفته زیر اون باکس زمانیت. ببر بالا، اینو ببر بالا. یه نه لحظه من نه برات. صفر تو ببر بالا. سقف خوبه، صفر تو ببر بالا. صفرم بیارم بالاتر. ببر بالا اینا، ببر. خب اینجا یه مشکلی داره، تو نگاه کن. نه تو باید جوری اونو در بیاری که زمانیت بیفته اینجا، 50 بیفته اینجا. حالا جوری باید 50% هم جوری باید بیفته. اندازه بزنی، نگاه اندازه تو میبری جوری اندازه میزنی که اینجا رو 50 برات محاسبه کنه. 50 زمانی. آره دیگه 50 رو 50 همون فیبو رو بیفته اینجا، 50% فیبو اینجا افتاد، درست. پس بالایی رو باید چیز کنم. بالایی بیار پایین دیگه، تو باید اینقدر اونو تنظیم کنی که اون بیفته اونجا. الان یه صفرش خورده بکنم همون جای قبلی باید باشه. صفرش جای قبلی بذار. الان چیز نشد.
صفر بذار جای قبلی. بر پایین. آها اینجا نوک شادو. خب الان آروم هایت ببر بالا. آها اینه. الان این خوبه. زمانیته. بفرمایید. آقا با من این الان من یه بار دیگه سوالمو میپرسم، این اه، نشون دهنده کدوم از بخش این سایکل است؟ خب این میشه به آره. این صورت. تو الان چشمت فقط اینه کار میکنه. اینه کار. دنبال اینه که اینو پیدا کنم. آره. نگاه جفتش یه دایره، یکی از بالا اومده یکی از پایین اومده. تو فقط چشم دنبال این فعله. این یکی رو از دست دادی. آها. یکی سینوسی یکیش کوسینوسی. حالا این یکی سایکل، نگاه اون سایکل بزرگشه. 4 تا کوچیک کن ببین کجا تارگت بهت میده. بفرما. آره. این مدل یکش سایکل بزرگتر. الان مورد بعدی دوباره 4 تا با هم حالت اولیه بذار. اولیه آره کدوم؟ سر 15% نگاه کن چجوری چی نذاشتم بریزه. آره. حالا بیا نگاه اینجا هم حالت داری. اینجا هم حالت داری. حالا همون اتفاقی که اینجا انجام دادی اینجا هم انجام بده. اونی که خودم انجام دادم یا اینی که نه الان اینی که شما الان با گفتید؟ خودمون در آوردیم مدل کشیدنش. از لو آره. میگیری جوری که 50% بیفته رو 50%. از لو میگیریم. این که دیگه بیشتر از این نمیاد. چرا دیگه عزیز من لو رو بگیر های بیرا پایین که 50% خب درست همین دیگه بشه. با اون بوده، گفتم اون دیگه بیشتر از این نمیاد. الان این خوبه یا بذارم سر شادو؟ 50% رو من نگاه میکنم، نه من 0 تا نگاه میکنم نه 100 تا نگاه. آره نه من خودم هم دارم 50% آفرین. نگاه میکنم. اوکی حله. الان اوکی. حالا این تارگتش رو نگاه کن. اینو من هیدرش کنم. ببرم. به چیزش هم زده، به 50% بالای 700 هم زده. آره دیگه اما 7 دیگه نه باید بره 9 رو بزنه. نوش میشه 50% بین 700 تا 900 زده دیگه الان. بله. فیکس خب زده آقا اگه من بخوام زمانیشو در بیارم چه پیشنهادی داری؟ از همون جایی که 50% داره از لو اون لو وست کردی تا انتهای اون های که پول خب زده. یعنی شما اینجا رو گرفتی و اینجا. بله. اینا این دوتا میشه زمانیش. عمودیشو به افقیشو بنداز. افق خب من عمودی. الان اون چیزی که درست کردم مبناش همین فیبو چیزه بودا که نگاه کجا رو گفتیم. اندازه زدی به صورت لو های. خب خب همونو برعکسش کن. میدونم، میگم اساس ساختن این فیبو زمانی من همین اساسیه که چیزو ساختم. آفرین اینه. م، آره هر بار 2 برابر قبلیه. آفرین. خواستم اینو توضیح بدم. همین من تو چیز این موندم که این تقاطعا برای من مهمه، او جایی که مثلا به هم دیگه میرسن مهمه، یا مثلا آقا این از اینجا تا اینجا رو باید تو این زمان بگذرونه. نگاه کن این برام چیزش الان تو اینه. این بخش زمانی. خب تو این بخش زمان تو باید ببینی که این به کجا رسیده. ممکنه بالای این لول باشه ولی ممکنه تا اون زمانه برسه مارکت اینجا باشه. اینجا دیگه زمانش تموم شده. ام. الان این اینجا فیبو زمانیشو نباید یه ذره جمع کنه بیاره بذاره اونجایی که الان 100 رو جفتش که گذاشته بود. نگاه صاحب جان الان جفتش کج کوله کشیده.
این خیلی دقت میخواد که یه ساعتش هم درست تنظیم کنه. الان مثلا یه مقدار اینجا الان انداخته، فکر یه کنم اگر مقدار این بیاد انداخته. سمت چپ، اینجا که قرمزه میفته قشنگ روی این خط 4. باید نگاه کن اینو قشنگ تنظیم کنه، بعد اندازه بزنه، اندازه این تا اینجا چقدر میشه این لگ، بعد دهنه این چقدر میشه تا اینجا، اون دهنه رو بعد میاد با اون فیبوی اندازه میزنه، میاد به این شکل میزنه اینجا که دقیق بتونه در بیاره. همینجوری عشقی بخواد بکشه نه. آقا من اینو میخواستم بگم. این جاسمیه، حالا میخوام به همه چیز رو ربط بدم به اون جی ام تی ها. دقت کردین که از اول موقع تا اومدیم همه میچسبونم به اون. این جاسمی یه رفتار شبیهی داره به اون جی ام تی. الان این قسمت چارت نگاه بکنید، من اینجا براتون یه علامت میزنم، هنوز جی ام تی این ورش هم نساخته. الان جی ام تی تا اینجا اومده، این ورش هنوز نساخته. حالا بریم با هم جی ام تی رو ببینیم. خب این جی ام تی یه جورایی، آقا من اگر چیز بود اشتباه بود باید بهم بگین. حس میکنم که میخواد اون رفتار رو بسازه، فقط این بار من دیگه منتظر میمونم که اون ستاپ لانگو بده، مثل همین ستاپی که اینجا توی جاسمی داده. یعنی اومده اول پایین، اون حرکت معروف ستاپ لانگو یه بار اومده اینجا، بعد اومده زیرش رو زده، بعد دوباره اومده زیرش رو نزده و حرکت کرده، دوباره هم از اینجا از 50% برداشته و رفته. خب الان به نظر خود اندازه زمانی که اونجا گرفته درسته؟ کجا؟ اینجا که جاسمی بودم یا الان که میخوام برم جی ام الان تی؟ قبلیه چی بود؟ این جاسمی که بود. جاسمی، این جاسمی. خب فیبو زمانی رو من اینطوری کشیدم، گفتین که نگاه دوتا میخوام دهنه اینو رو، بگم. نگاه دوتا دهنه رو باید اندازه بزنی. الان دهنه نوک شادوی اینه بگیر، خب تا نوک شادوی این میشه لگ اوله. الان اینو وردار، وقتی اینجا میذاری به همون اندازه تو باید خط داشته باشی، یعنی دهنه تو بعدی تو میشه اینجا. دوتا الان چشمی من کشیدم دوستان، آره آره. اندازه یکیه دیگه، درسته؟ الان با این خط خطه رو کش دیدم بکش. که همه. یکیه. آره یکی آره. اون میشه زمانش در همون نقطه به صفر. الان این های چیزت که میفته توی این دهنه اینجا، من یه خورده اینو باید، اینو کیپترش نوک کنم. کندل الان قرمز، نوک کندل قرمز. اینم بیارم بالا، این قبلیارم، اینم میذارم. آره خط من مشخصه، خط زردت میفته اونجا. آها، این باید بیفته اینجا. خط زرد شما میفته نوک، اندازه زدی دهنه این نوک کندل رو به نوک کندل اینجا، و خطت خونه آقا موسی چیکار میکنه؟ خب باید همینجا باشه دیگه، اندازه جایی که اندازه زدی. خب نگاه کنید، این پایینی، این چیزی که من الان درست کردم، این میشه صفرش، این میشه صدش، این میشه 105، این میشه 200ش، این دو میشه 300. الان خط زردت رو کندل آبیه، بنداز رو خط قرمز. خب اینو میذارم اینجا. آره پس این میشه همون 0 و 100 چیز ما، آره. یارو فیبو افقیمون. حالا بریم اینطوری نگاه کنیم ببینیم چقدر خوشگل شده. یعنی کندل بعدی بهت میگه من کدوم سمتم، چون بالای اون وایستادی، زمان اون بله تکمیل بشه میتونه به سمت بالا، یعنی تو لگ زمانی بعدی بیای زمان بیشتری، کندلای بیشتری طول میکشه، ولی انتهای تارگتش اون بالاست.
آقا من یه جا گفتین که به نظر من زمانیش هنوز مونده. اه، منظورتون چنین جایی بود که مثلا میگفتین که هنوز اینقدرش مونده، یا اینجا رو فریش میشکنه میره بالا، یا مثلا پامپ میکنه اینقدر میره بالا؟ مبناتون چنین جایی بود که مثلا یک کندل دو کندل بیشتر نمونده تا اون آره زمانش تکمیل دقیقا. بشه اگر آها. آره میبینم خب بالای آقا کدوم من لوله بله بعد اون محاسبه میشه. درست. خب من دوباره برم رو جی ام تی. اینم اون فرضیه که من به خاطر جی ام تی دارم، هنوز این ور رو نساخته. من اومدم گفتم آقا اینو من سایکل میگیرم که الان با این توضیحاتی که بود باید تغییر بدم. من درست نساختم نه؟ این یه دهنه پایین داریم و یه دهنه این ور، درسته؟ نه این کلا رنج داخلشه، ما 50% جدا میخوام. اوه ببخشید هنوز 50 اینو درست نکردم. نه نمیشه. نه این پس اگه اینطوری فقط شباهت داشتم با این اون الان باید یکی. نگاه کنی چقدره، یه اندازه بزنی به اینجا، به همون اندازه اینجا، این نقطه این بر، که بخوای پس زمانیش از این ور به بعدش بندازی، از این ور به بعدش بندازی که این رو یک حالت اینجوری داشته باشه. میتونه اون موقع هم بیاد اصطلاح شما این زیر این هم بزنی، هم معنای لیکویدی. نگاه ذهنت تمرکزت نذار فقط الان گیر دادی به فیبو و زمان و اینجور داستانا. نه همشو نگاه میکنم آره آقا، ما دنبال این چیزم. اینو اصلا تو درس های ما نبود، ولی خواستم آشنا بشین که اصلا چه خبره تو بله. مارکت و شما دیگه رشد میکنین دیگه. ما به همین چیزی بهتون میگیم دیگه خودتون رشد میکنین یه دنبال، ولی زمان. تمرکز بذار رو اون قشنگ حرفه‌ای شو، اینو بهش اضافه کن، کم کم روش کار بکن که داستان از چه قراره، ولی درگیری نکن. الان مثلا بگیم مثلا زمانی اینجاست مثلا اینجا دور زده اینجا رو نزده مثلا بخوای ورود کنی، نه من وقتی میبینم میگم آها تو حالت زمانیشه که دارم، بس این کفن که بزنه من لیکویدی دارم، خب من چیکارم؟ اینجا هم دنبال ستاپم زمانیش هم بهم میگه تکمیل، اینجا زیر 0% زده، 7% زیرش زده، برگشته داخل تو 15%، یعنی تمام اینا محاسبه میشه اینجا لو بله. اریا. ها الان بس چیز خوبیه که بخرم میشه زمانش، این هم میشه تارگتش. اینجوری میتونم محاسبه کنم، یعنی فقط دقیقا تمرکز من یه جا نباشه. مثل اینه که آره. به سقف روز قبل میخوای معامله بگیری، اینقدر دیگه حواست به سقف روز قبل و کف روز قبله، کنتکست لحظه یادت میره اصلا مارکت داره چیکار میکنه. من هدفم از این تحلیل واسه هولد بلند مدت بود، یعنی قبل از نه اینکه اوکی، مدل پایین ولی شه. هولد بلند مدت هم باشه باید اینا رو در نظر بگیری برای خودت. آره گفتم که اینو رو چون چیزم گفتیم میتونی هر بری، موقع یا ماتیک خیلی خوبه. ماتیک ماتیک عالیه اصلا. مثلا الان دیواید ایکس یادتونه 2-3 ماه پیش بهتون آره. گفتم 1.350، ام. 2 روز پیش اومد زد دیگه. اون موقع رو 3 بود که من اینو گفتم. آقا پروژش خوبه میره بالا، گفتم من اینجا میخوام، اومد میخرم، نیومد نگاه میکنم. من اینجا اینو میخوام، این فیوچرز اینجا لیمیت گذاشتم، این زیر، دقیقا اینجا این زیر لیمیت گذاشتم. تارگت هم بالاست، بالا 8 تا 10 تا 15 تا اون بالاست. ببینید این چه سودی میده. بابا من قضیه ما اینه که رسیدیم به آخر ترم، چیزی که میگی اصلا من متوجه نمیشم. چی رو؟ من فکر کنم من رسیدم آخر ترم. نه یه 5-6 دقیقه بود شروع شده بود. آقا الان من مثلا حسین جان ویدیوها رو نگاه نمی‌کنی مگه؟
من ویدیوی اول تا دهم اصلا متوجه نشدم. همین قضیه همین فکر کنم نمیدونم خطکش میکشیدین فروکتار بود شکلی بودش. یا خدا بس خیلی من مت... من داستان خط مت... خرابه. من متوجه نمیشدم. جلوتر که بیان کم کم اوکی میشه. همه بعد ویدیوها رو نگاه کن، چیزی که متوجه رس... نمیشی رو بنویس. رسیدم به فکر کنم قسمت 7 بود 8 بود، رسیدیم به کف روز قبل و شکلی. آها. آره. استراتژیا درست. آره آره این شکلیه. حالا مثلا جناب بعد مهدی، آیه حمید، هادی، آیه حسین، اینا از بچه‌های قدیمی هم هستن. با این حضور برای همینا هم سخت بوده که من توضیح دادم. الان از آیه صابر بپرسه خود بهت میگه برای اینا هم سخته. عادیه که اگه متوجه مثلا بشی یک دیگه. گروه داریم تو تلگرام، آها. یک گروه رفع اشکال داریم، اونجا هم میتونی سوالاتو بپرسی، بچه ها هستن آره کمک میکنن، بالاخره نمیزنن که. عالیه عالیه. اونجا میفرستم به حسین و بذار من اونجا لینکش رو بهش بدم. همین دیروز فکر کنم طلا 23 و 67 من ورود زدم. فکر کنم سقف کسی. روز قبل آره زد رفت. آره من تایم یه ساعتی نیم ساعتی ورود زدم. من دیدم سریعا کلاب ها زدن شورت طلا رو گرفتین. من فکر کردم چه خبر شد، رفتم نگاه کردم خندم گرفت. 23 و 64 65 ورود زدم. خود همین توکیو همین میشناسی که همینجا با اون امپلاسیه دیگه، از همون نوک اون کندل ورود کرده بود تا اون پایین تا 300ش هم اومد پایین. یعنی کل اون لگو گرفته از اون بالا تا خود همون پایین. آقا من سوال بفرمایید. اه، مثل آخوندا سوال میپرسی. میگن چی میگم یه چیز دارم میگن. مسئلتون آره آره حاج مثلا آقا یا شیخ، مسئلتون. یهو میاد اینا برم. چند تا عرض بودن آقا من نگاه کردم بعضی هاشون از پنجایی که تو نظرم بومون بود بلند شدن. کدوم بود خدایا؟ جیارتی. بعضی هاشون هم از اومدن دوباره اون صده رو اون صفره رو زدن و بعد دوباره هم اون چیز هم برداشتن و رفتن. مثلا یه از پنجاش بلند شد رفته اون اه، کف و نیومده بزنه بره. اینو من حالا اشتباه کشیدم، من پاکش میکنم با اون دیدگاه قبلی کشیده. متوجه هستین آقا من چی میگم؟ نیومده پایین ترش رو بزنه، از این نیومده چی میخوای در بیاری؟ اینجا. از این چیزی در نمیاد چون اینجاست. این باید اینجوری بره بالا اینجوری. نمیشه از این در نه. نداره که بابا مگه وایسی از بالاتر اینجا بسازی دیگه، از اینجا بخوای زمانی در بیاری که اینم الان اومده اینجا. بحث زمان رو ندارم اینی که اومده پایین تر رو ندیده، نیومده مثلا این کف رو بزنه. مثلا توی جاسمی خب اومده بود زده نیومده بود. وایسا نیومده. میخوام تحلیل سوالم اینه که روی بیا بیا این دلیلش. آره یه جای دیگر نه این اوکیه، جایش که نه بلند شده دیگه شما اینجوری اوکیه. نداری مگه؟ یه جای دیگه چه کار داریم آخه؟ آخرین لک درسته؟ بله کدوم اومد اون زد؟ این اینترشت چیز عوض بلنده شد. آره. یک. خب رفتی اینجوری یک دو سه چهار پنج. این ستا بگیر خودتون هم دارین تریدش میکنین. آره 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 از این یکی ستاپ میگیرین دیگه همیشه. آره نه من گفتم چنین چیزی که اه، تو نظرم بود
الان روی جاسنی هم بهتون نشون میدم. الان این وایسا این اوکی یا نه؟ وایسا. این زمانی داره بردم اینجوری راحت هم نیست، اینجا از آدم دهن آدم سرویس می‌کنه. این من موسم ندارم انقدر اذیت کننده است. خب اینجا این تیکه خب این تیکه رو چیز بکن، اون فیبود اول بنداز، اینو در بیار، بعد دنبال زمان باش، اول اونو. چون باید زیر اینو اندازه بزنی اینجا رو که به همون اندازه تو اینجا داشته باشی. این 50 داده. الان به صورت باز باید اول این اندازه بزنم ببینید چقدرشه تا این کندل قرمز. این آره یا دیگه، پایینیه؟ همون اندازه قرمز کجاست؟ همین. تا اون کندل سبز اینجا کجا هست؟ اینجا دهنش رو اندازه بزن قشنگ، بعد بیار این ورش بزن، خط کج میکشی دیگه از اندازه است دیگه، خودش آقا، چپکیش کج نمیکنه. میکشی زاویه به مشکل میخوره عزیز دلم. الان یه صاف شد. چون زمانه باید افقی باشه. دکمه شیفت رو بگیر صاف میکشه خط برات. الان اوکی تا هم کندل آره سبزی یا پایین؟ اوکی، آره بهش به دهنه. اوکی بس دهنش شده اینجا، این قسمت. پس صفر زمانیت میشه اونجا، 100 زمانیت میشه اینجا. بله خیلی جا اصلا این کار داره. برا یکی دو تا کندل، این اگه هفته است چیه، یکی دو تا این کندل الان هفته است. هفته دیگه بیفته تو این زمان، باید ببینی کدوم سم میره. اگه بیای اینجا بس حالا ها میره تو این بخش، بعد میره خطاتون بالا. پیدا نیست. الان اومد. آره اگر اگه تو این اه، زمان برگرده بره بالا، این خب موسم میگه بره بالا، این میشه تارگتش. آره، یعنی اینجا بتونه خودشو نگه داره. آره دیگه به بالا اینجا چیز بکن، باید از اینجا برگرده، نمیتونه بره داخل این، باید از و همینجا که اینطوری توی زد ریجکت شد باید برگرده کندل بعدی بیاد بالا ببنده. من اینطوری نتیجه میگیرم که تایم زمانی مثلا میتونه لانگ و شورت بودن اینطوری بهمون نشون میده. اگر تونست تا قبل از اون ناحیه اگر درست کشیده باشه خودشون نگه داره، میتونه هنوز اون روند و ترند قبلی خودشو داشته باشه. اینا برای خرید زمان نیاز دارن، برای فروش هم زمان نیاز دارن، آره آره. برای خروج زمان نیاز ندارن. اینجا که یه ریخته. اون شامل اثبات نمیشه خروجشون. بس توی که اثبات داری کار میکنی به درد تو میخوره، که هم برای فروش اینا زمان نیاز داره، هم برای خرید زمان نیاز داره، و اون زمانه بهت کمک میکنه که الان وقتشه، وقتش نیست. از یک زمان به دو میری دیگه، من داخل دو نمیخوام ببینم، چون تو هم صفرش زدی، هم صدش زدی، هم 50% زدی. پس دیگه نقدینگی اونجا نیست نو، هر یا 85 زدی دیگه. نقدینگی داریم. خب اون حجم زیاده هم فیوچرز نیست. داری معامله نمی کنی که قانون اون زمان میگه به اون زمان دیگه نباید برگردی. یعنی چی اونجا رو میخواد اثبات؟ والا افراد الان نمیاد چه اثبات میان برای خودشون حد ضرر میذارن، اصلا من متوجه نمیشم. و عملا داری میگی من اثبات من تو اون کف میفروشم.
خب قیمت باید بده اون کف ازت بخره دیگه. یعنی تو خودت بخوای قیمت پایین بفروشی، بالا میره وای میسی نگاش میکنی، خب باید ضرر بکنی. چجوری این افراد تو اثبات دوام نمیارن من نمیدونم. مثلا بگی تو اثبات من ضرر کردم، اون اسید فقط باید صفر. نگاه، شما تو مارکت هایی که اثبات نامه نمی‌کنی، شما برای سود کردن بی نهایت مارکت میره بالا، برای ریختن مارکت یه حدی رو میریزه، چون مارکت همیشه لانگه. این همیشه تو ذهنتون باشه. آقا بهمن برای بارگذاری سلشون یعنی بالاترین نقطه بارگذاری سل انجام میدن یا بستگی به بازار داره؟ همه معامله الان بالایی این با مارکت بالایی میره، جان همشون رو های میفروشن رو لو میخرن. این ریزشی که انجام داده، پولبکی که زده، خود مؤسسات هم که پولبک انجام دادن، یعنی میبرن بالا تا بارگذاری در اون ناحیه که میبرم انجام با دادن. نگاه میبرم بالا، شما میخری توی حالا من نمیدونم فیوچرز داری میگی یه اسپات داری، دو تا مقوله نه جدا. فیوچرز. فیوچرز فقط میتونه روی این هایا تیپی کنه، ولی اگه یک مارکت رنجی رو تو هم دیدید اینجوری تو هم داره میره بالا، این داره بهتون میفروشه، یهو مارکت میتونه خالی کنه. یعنی اون 6000 کنترکتی که میخواد بیاره شما تو مسیر ازش میخرین دیگه، نیازم نیست های بزن اصلا، یهو مارکت قبل زدن های خالی میکنه، خالی میشه. یعنی روش رو خالی نمیکنه چون نمیتونه اونجوری خالی کنه دیگه، تمام میشه دیگه، بعد دیگه خودتونید. آقا من اوکی. ممنون، لطف حسین تو کردید. سوال داری همین؟ من نه. خب حسین، نه من حسین یا حسین؟ اون یکی حسین. آره. نه فعلا نه. اون لیگ گروهی که بچه ها اونجا هستن و همشون فوق العاده عالی هن. آه. لطف کردید. اصلا واقعا من خودت دیگه میدونی حمیدم میشناسه و بالای شاید 10-15 هزار نفر رو آموزش دادم، جز اعصاب خوردی هیچی نبوده. شما اون کارتون میکنه و سوالتون هم درست حسابی میاد آخه. طرف مثلا سوال میکرد من این آقا مثلا تو ویدیو اینو گفتم، مثلا طرف نرفته بود ویدیو رو نگاه کنه. نه من اینجوری هم باشه مطمئن نگاه اصلا، مثلا آقا یک سال دیگه کلاس هم آقا من نه این گروه هم برای همیشه هستش، هر وقت 10 سال دیگه هم شد سوالی هر چی داشتیم شعاری خصوصی هم که دارید از خودم بپرسید، هستم همیشه با شما هستم، تو اصلا دارم اذیتم نمیشم نه اعصابم خورد میشه. یه چیزی بهتون میگم میرین کار میکنین هفته بعد حداقل میارین به من نشون میدین. ها 12 نفر 11 نفر تو گروه هن، 4 نفرشون میان تمرین میکنن، خب باید هم من براشون وقت میذارم چون دارن کار میکنین شما. اونا الان من استاد نمیدونم کجا اصلا دارن دور میزنن. استاد یه سوال، بعضی از جاها یعنی بهت سیگنال میده 5 دقیقه، من تایم بالام، اما بیشتر سیگنالی که 5 دقیقه میده یعنی بیشتر اشتباه میده، یعنی ضررش